چه خیل پیامبرم را دوست دارم. به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. عالم می گوید روزی به نزدم یک جوان آمد. تقریبا 16 یا 17 ساله بود و به من گفت ای معلم، من بسیار شنیدم که می گویند باید پیامبر صلی الله علیه و سلم را دوست داشت و حتی هر وقت که نامش را می شنویم باید به او احترامانه صلوات گوییم. ای معلم، این را بگو چی طور این محبت را نسبت پیامبر صلی الله علیه و سلم باید پیدا کرد؟ و این معلم به جوان گفت آیا تو چیزی از احادیث و یا حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم خوانده ای؟ جوان شرمگین شد و سرش را فرو آورد و پس از معلم خواهش کرد که به او وظیفه دهد تا به واسطه این وظیفه محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم در دل او پیدا شود. معلم به او وظیفه داد تا در پی آموختن حدیث و حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم شود. بعد از 3 ماه جوان به نزد معلم آمده گفت که بعد از آموختن حدیث و حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم من حب او صلی الله علیه و سلم را در خود پیدا کردم و همه وقت در این خیالم که او صلی الله علیه و سلم همیشه در پهلوی من هست. و جوان باز از معلم وظیفه می پرسد تا این محبت با پیامبر صلی الله علیه و سلم را بر دوام در حیات خود داشته باشد. معلم به او وظیفه داد و او رفت. معلم می گوید پس از چند مدت این جوان به نزدم آمد و خواهش کرد که به خانه او به مهمانی روم و دعوت او را قبول کرده به خانه اش رفتم. وقتی که به حجره اش در آمدم مدتی در هیجان افتادم، چون از سقف خانه سر کرده تا دیوارها همه جا نام پیامبر صلی الله علیه و سلم آویزان بود و این چنین بسیار کتاب ها از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم را در این حجره مشاهده کردم. بله برادر و خواهر عزیزم، تنها با خواندن از حیات پیامبر صلی الله علیه و سلم و آموختن حدیث های پیامبر صلی الله علیه و سلم می توانیم محبت پیامبر صلی الله علیه و سلم را در خود پیدا بکنی. پس این یک درس شود برای تو. اگر خواهی که پیامبر خود را دوست داری، از حیات او و از حدیث های او استفاده ببر و کتاب ها را گرفته بخوان. و سلام بر آن شخصانی که راه هدایت را پیشه گرفتند.